سلام به همه دانشجوی عزیز. من امیرحسین قیصربیگی ام، رتبه 25 کنکور ارشد کامپیوتر سال 1404 و البته رتبه 3 سهمیه 5%. البته اینا بهترین رتبه هم توی گرایش‌های مختلفه. عرض به خدمتتون که 23 سالمه، مجردم و خب طبیعتا فرزندی هم ندارم. وضعیت شغلیم هم حین کنکور کار نمی کردم. کارشناسیمو توی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین گذروندم. معدل فارغ التحصیلیم چیزی حدود 18 خواهد بود، اما معدلی که برای کنکور داشتم 17 و نیم این حدود بود. آیا برای اولین بار در کنکور ارشد شرکت کردید؟ بله، من برای اولین بار شرکت کردم و دلیل موفقیت هم اگر اسمشو بشه گذاشت موفقیت، منابع خوب، استمرار و تلاشی و وقتی بود که گذاشتم برای کنکور امسال. از کی برای مطالعه شروع کردم؟ من فکر میکنم اول مرداد ماه دیگه استارت جدیمو برای مطالعه زدم و دیگه از اونجا بعد شروع کردم کاملا برای کنکور میخوندم و وقتم رو روی چیز دیگه نمیذاشتم. ساعت مطالعه از اوایل فکر میکنم روزانه میانگین 6 تا 7 ساعت بود، به مرور تا آخر تابستون به 8 ساعت و هفته آخر شاید تا 9 ساعت رسید. پاییز فکر میکنم روی 9 ساعت 10 ساعت بود. یه سکته البته اون بین داشت داخل آذر 2 هفته و بعد هم دیگه این روند حفظ شد و 2-3 ماه آخر که فکر کنم دی و بهمن بود به 11 ساعت اینا هم میرسید میانگین. آیا در زمان کنکور شاغل بودین؟ خیر، من شاغل نبودم و از کارم بیرون اومده بودم برای کنکور. آیا درس خوندن و کار کردنم شدنیه؟ من نمیدونم، کار نکردم بدونم شدنیه یا نه، اما به نظر من شدنی نیست. یه سری البته میگن شدنیه، اون بستگی به پایه و استعداد فرد داره. برای شخص من به نظرم شدنی نبود. آیا در زمان کنکور دانشجو بودید؟ من ترم 7 و 8 رو واحد کم برداشته بودم. برای ترم 9 فکر میکنم 11 باید نیاز داشتم پاس کنم، ولی خب به واسطه اینکه میخواستم کنکور ارشد بدم وقتم کامل بذارم ترم 9 مرخصی گرفتم. تقریبا میشه گفت شاغل دانشجو نبودم و حالا یه ماه آخر 1-2 هفته بعد میرفتم دانشگاه برای ثبت نام ترم 10 و اینجور کارها. اسم درسایی که از کافه تدریس گرفتم من پکیج 12 درس و نکته و تست رو گرفتم کامل و دیگه داشتم همه درس رو تقریبا از کافه تدریس. منابع کنکوری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ آیا منابع کافه تدریس یا همون کنکور کامپیوتر جامع و کامل بودن؟ بله بودن. به نظر منبع کنکوری نیازی که هم مسائل کنکوری رو یه جامعیت خوبی داشته باشه توشون، یعنی بتونه خوب کاور کنه همه بحثا رو و در این حال هم زیاد گزافه گویی نکنه که وقت شما رو بگیره به عنوان کسی که وقت براتون خیلی چیز حیاتیه. و خب خدا رو شکر منابع کافه تدریس هر دو این ویژگی‌ها رو داشتم برای من. درسایی که به ویژه توی کافه تدریس من خیلی لذت بردم، یکی درسای سخت افزاری بودن، یکی هم درسای الگوریتم و ساختمان داده، خصوصا معماری کامپیوتر و حالا ساختمان الگوریتم. تاثیر مثبت فکر میکنم من بهترین باکس سخت افزاری بود، 70% اینا زدم و کیفیت خیلی بالایی داشتم به نظر من دوره ها. خصوصا من با دوره های استاد رضوی خیلی ارتباط برقرار میکردم. به نظر ایشون واقعا یه موهبتی دارن توی تدریس کردن و من هم حین خوندن واقعا لذت میبردم از تدریس ایشون. کیفیت پشتیبانی و ساختاربندی کلاس هم توی درس‌های معماری و ساختمان الگوریتم خیلی خوب بود. البته من پشتیبانی تا حالا یاد ندارم،
پیام داده باشم به یه روز بکشه و جوابی نگرفته باشم و مشکلم حل نشده باشه. خسته نباشید میگم بهشون، دستشون در نکنه از این جهت. و ساختاربندی مطالب هم به نظر من خیلی خوب بود، چون بعضی درس‌ها هستن کتاب مرجعی یه ساختاربندی خاصی دارن، ولی اساتید اومده بودن بر حسب نیاز کنکور ارشد اون ساختاربندی رو تغییر داده بودن که دانشجو بهتر بتونه بفهمه مطالب رو. نظرتون رو در مورد تدریس استاد رضوی بیان کنید. به نظر من واقعا استاد رضوی توی امر تدریس حرف دارم برای گفتن و من که به شخصه خیلی استفاده کردم، نه فقط برای کنکور. فکر میکنم بعد از این دوره‌ای که با دوره کافه تدریس گذروندم، سوادم توی بحث درس‌های پایه کامپیوتر خیلی بیشتر شد، به مراتب سوادم رفت بالا و اینو خب مدیون تدریس قوی و شیرین استاد رضوی میدونم. واقعا هم دستشون در نکنه. از همینجا بهشون خسته نباشید میگم و امیدوارم هر جا هستن موفق باشن. وبینارهای رایگان استاد رضوی رو من نگاه میکردم قبل از اینکه شروع کنم و خیلی خوب بود، چون من درک کاملی پیدا کردم از مسیر کنکور ارشد و اینکه چیا باید کاور بشه، چه چیزایی اصلا نیاز نیست و خب از این جهت خیلی کمک کننده بودن. خصوصا اینکه این وبینارها گزافه‌گویی نداشتن مثلا یه سری مؤسسه‌ها که نصف تایم برسه به بحث تبلیغات و از همین جهت به عنوان کسی که وقت خیلی زیادی هم نداشت برای کنکور، خب خیلی به من کمک کرد که سریع بتونم اون اطلاعاتی که نیاز داشتم برای کنکور ارشد بگیرم از وبینارهای رایگان. از اون سمت هم یه سری وبینار خصوصی داشتیم با استاد رضوی، بچهای دوره کافه تدریس، که اصلا ماجراشون خیلی فرق میکرد، انگار فقط برای کنکور ارشد نبودن. من هنوزم ویدیوهاشو سیو دارم، اون 20 خورده وبینار رو، و همیشه استفاده میکنم چون فقط به نظرم برای کنکور نبودن، سری اصولی بودن برای رسیدن به هر هدفی که شما دارین یا هر سمتی که میخواین برین توش موفق بشین، چجوری باید به اون هدف حمله کنین یا کنکاشش کنین و چه تلاشی رو به کار ببرین و چطور تلاش کنین براش. برای همین هم از حیث کنکور هم از حیث انگیزه و اطلاعات مورد نیاز واقعا وبینارهای خیلی خاصی هم برای خود من به شخص. مشاوره تک جلسه هفتگی داشتید؟ بله، من از ابتدا با استاد رضوی مشاوره هفتگی برداشتم هم مرداد ماه و خب خیلی به نفعم بود به نظر خودم که این کار رو تصمیم گرفتم بکنم، چون بر حسب روحیات من استاد رضوی خیلی خوب میتونستن منو درک کنن و اون نصیحت یا راهکاری که نیاز داشتم برای اینکه ساعت مطالعه‌ام بره بالاتر، درصدام بهتر بشه، مثلا اینکه چه سبکی بخونم، همه این راهکارهایی بود که استاد رضوی بهم دادن و خودم خیلی سعی نکردم یه سیستم جدید تولید کنم. ایشون توی مشاوره‌های هفتگی سعی میکردن با سوالایی که میپرسیدن و حالا گزارشاتی که براشون میفرستادم بهترین نصیحت و راهکار رو بذارن جلوی من و واقعا هم از حیث برنامه‌ریزی هم حیث انگیزه کم نذاشتن و این موضوع رو من به جهت اون علاقه و عشق و محبتی که به دانشجوهاشون دارم میدونم. یعنی برگ برنده کنکور کامپیوتر همین محبت و علاقه‌ای که استاد به این دانشجوهای دوره داره و واقعا کمک میکنه بهشون. برای همین خیلی به من کمک کرد، نه فقط توی بحث کنکور، توی این حوزه که من چجوری هستم باید خودم مدیریت کنم، انگیزه‌مو چجوری مدیریت کنم و چه ذهنیتایی رو تو ذهن خودم بکارم که بتونم به موفقیت برسم. برنامه‌ریزی مطالعاتی من برای کنکور ارشد به این شکل بودش که اول با درس‌های سخت افزاری شروع کردم
اما در کنارش بعد از اینکه مدار منطقی رو تمام کردم تقریبا ساختمان الگوریتمم روزانه 1.5 ساعت 2 ساعت وقت میذاشتم مستمر تا دیگه روز کنکور این 1.5 ساعت اینا بود برای ساختمان داده الگوریتم. و دیگه بعد یه نکته هم که بود این بودش که من درس‌ها رو تک به تک جلو نمیرفتم، معمولا چند درس رو موازی با هم میخوندم و تستاشو میزدم و هر درسی رو فصلی که میخوندم میرفتم تستای اون فصل مربوط به اون درس هم میزدم. برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی خودم هم با پلتفرم برنامه‌ریزی انجام میدادم و برنامه‌ام از استاد میگرفتم که چطور بخونم چی رو بخونم که خب همونطور که گفتم خدمتتون این برنامه دیگه مختص من بود و سرعت یادگیری و مطالعه خودم. من دوره جمع‌بندی نداشتم برای قبل کنکور به اون صورت، یعنی که برم خلاصه نویسی بخونم و اینها، فقط سعی میکردم تست بذارم خیلی از فصلهای مختلف درس ها و 2 هفته مونده به کنکور یا 3 هفته مونده به کنکور دیگه فقط بر یه تایم ثابتی به هر درس سعی کردم بذارم و فکر میکنم 10 روز 15 روزم مونده بود به کنکور دیگه روزانه وقت میذاشتم رو درس ها برای جمع‌بندی، یعنی یه روز کامل اختصاص میدادم به یک درس نهایت 2 درس اگه اون درس رو سبکن و دیگه فقط تست میزدم از فصلهای مختلف. اگر اون تستی که میزدم راهکارش یادم نبود میرفتم میخوندمش. برای من خیلی جمع‌بندی بهتری بود به مراتب تا خلاصه نویسی. خلاصه نویسی هم نمی کردم چون از دید خودم به این نتیجه رسیده بودم که برای من خیلی مفید نیست. روش مطالعه مرورتان در ابتدای کار درست بود یا مرور زمان به روند مطالعه مطلوب رسیدیم؟ من از همون اول چون میگم وبینارهای رایگان استاد دیده بودم و مشاور هفتگی هم البته برداشته بودم، از همون هفته اول فکر میکنم درست و اصولی کاملا اومدم جلو و همون سیستمایی که استاد گفته بودن مثل مطالعه واشبک و نحوه درست تست سنی و اینها رو دیده بودم، تصویر سازی سنی رو دیده بودم ویدیوهاشو، برای همین همه رو انجام میدادم و دیگه همین روتینم تا آخر کار حفظ کردم. از پلتفرم برنامه‌ریزی بله استفاده می‌کردم. خب مزیتش این بودش که من خیلی خوب میتونستم خودم آنالیز کنم با توجه به اطلاعات کاملی که میداد تا حالا هم اگر نیازه نقاط ضعف خودم بشناسم هم اگر نیازه اون باگایی که باعث میشه عمل کردم توی ساعت مطالعه کیفیت مطالعه پایین اومده باشه رو بتونم رفع کنم. از این جهت خیلی خوب بود. طبیعتاً این چیز شست و رفته کاملی بود پلتفرم برنامه‌ریزی. از پلتفرم آزمونم بله استفاده می‌کردم چون شما هر درسی رو که دو تستش رو که تمام می‌کنین دیگه به نظر من باید شروع کنین تست زدن، اونم حالا تالیفی، دکترا یا حتی شاید سری درس و تستای برق، علوم کامپیوتر، آیتی. در نتیجه پلتفرم آزمون خیلی به من کمک کرد چون هر درسی رو تمام می‌کردم به صورت روزانه یه تایم ثابتی رو میرفتم داخل پلتفرم آزمون تست می‌زدم و سطح تسلط من روی اون درس خیلی بالاتر رفت. و خب از جهتی هم که من درسای سخت افزاری رو زودتر تمام کردم وقت بیشتری روشون روی پلتفرم گذاشتم و جالبم میشد که من در نهایت بالاترین درصدم هم درسای سخت افزاری بود. از پلتفرم تخمین رتبه استفاده کردم، خوب بود، تقریبا نزدیک بود رتبه‌ام. پلتفرم انتخاب رشته‌ام استفاده کردم اما خب از جهتی که تا الان رتبه‌ام نیامده نمیدونم قرار دقیق باشه یا نه، اما نتیجهش این بوده که احتمال قبولی هوش مصنوعی شریف هم کمه، بقیه رو دیگه همه رو قبولم قطعا. حالا شما بعدا اگر دیدید جایی بدونید این اطلاعات رو من داده. بله آزمون‌های آزمایشی رو شرکت می‌کردم، خیلی هم به نظرم خوب و روتین بودن. من تفاوت خاصی بین کنکورهای سال پیش و آزمون‌های آزمایشی حس نمی‌کردم به شخصه و کیفیت بالایی داشتم به نظرم.
من همه آزمون‌های آزمایشی و کنکورایی که شبیه سازی کردم که حدودش 5 کنکور شبیه سازی کردم، 5 آزمون آزمایشی هم دادم رو شبیه سازی کردم کاملا. چه غذایی که شب قبل شام میخواستم بخورم، چه ساعتی که صبح میخواستم پاشم، اون وعده‌ای که میخواستم حین کنکور بخورم رو آماده میکردم، جزئیاتشو بالا پایین میکردم، امتحان میکردم چی برام خوبه. و آره شرایطو سعی میکردم کاملا شبیه سازی کنم. حتی از این یه وب اپلیکیشنی استفاده میکردم صدای سالن آزمون رو شبیه سازی میکرد. صدای حالا تیک زدن تست بود، برگه بود، راه رفتن مراقب بود، نویز بود، همه اینا رو شبیه سازی میکرد و خلاصه شبیه سازی ما خیلی جدی میگرفتم. لطفا نظرتون رو در مورد استاد رضوی کیفیت خدمات کنکور تدریس و کلاس آنلاین به طور کلی بفرمایید. من واقعا فکر میکنم که شانس بزرگی آوردم که با تیم کافه تدریس و خصوصا استاد رضوی آشنا شدم، چون فکر نمیکنم جای دیگه ای بود که میتونست توی این تایم کم به من این حجم از اطلاعات و دانش مفید رو یاد بده و در این حال یه چیز مهمتر رو به من یاد بده، این که من برای کنکور نخونم، برای یادگیری بخونم. و از این جهت واقعا فکر میکنم این خدمات کنکور کامپیوتر و کیفیت تدریسی که ارائه میدن یه نعمتیه برای دانشجوی حوزه کامپیوتر که میخوان حالا بر دلیلی مقاطع تحصیلات تکمیلی رو طی کنن و پایه ضعیفی دارن. به همین جهت واقعا عالیه. یعنی من به شخص لذت میبردم و همونطور هم که گفتم این موضوع به خاطر اینه که یه محبت و علاقه‌ای نسبت به این کار توی دل مؤسس این خدمات هست و برگ برنده مؤسسه هم به نظرم همینه و توی همه چی هم به نظرم در حال حاضر جز بهترینان، چه بحث کیفیت مطالب، حتی تبلیغات و اون ابزارهای جانبی مثل پلتفرم آزمون و پلتفرم برنامه‌ریزی و پشتیبانی قوی. آیا در طول مسیر ناامید شدید؟ چطور به خودتون انگیزه دادین که زمان مطالعه‌تون رو بالا نگه دارید؟ ناامید من استفاده نمی کنم ازش، چون ناامید نشدم که نتیجه نمیگیرم و این حرفا، اما قطعا انگیزه خودم رو جاهایی بود که از دست دادم یا منحرف شدم از مسیری که میخواستم برم و درگیر حاشیه شدم. برای همینم این که بگم چطور برگشتم به اون سیستم قبلی توی اون سکته هایی که ممکن بود رخ بده یا افت مطالعه‌ای که داشتم، سعی میکردم خیلی تصویرسازی کنم که کجا میخوام باشم و به خودم یادآوری میکردم که دلیل اینکه این راهو شروع کردم چیه. حالا نمیخوام کسی رو بترسونم، ولی من 2-3 ماه آخر دیگه اصلا مهرهای کمرم انقدر تحت فشار بودن، نشسته بودم رو صندلی که مجبور بودم هی پماد استفاده کنم برای کمرم. دائما مثلا تایم استراحتم تا جایی که ممکن بود دراز میکشیدم، حتی اگه میتونستم بعضی جاها، خیلی کم البته، دراز کشیده سری درس رو میخوندم و دیگه فشار زیادی بهم اومد، چون 6 ماه خورده یا 7 ماه نمیدونم چند ماه میشه، وقت بیشتر نداشتم. حتی من یادمه که انقدر به صفحه کامپیوتر نگاه میکردم برای درس خوندن که دیگه وقتای استراحتم یه پارچه چیزی میذاشتم رو چشمام، دراز میکشیدم که اصلا این نور به چشم من نخوره دیگه و چشام یه استراحتی داشته باشن. اصلا وزن اضافه کردم، خیلی خلاصه از لحاظ فیزیکی هم علاوه بر ذهنی بهم خیلی فشار اومد. اما حالا شاید جالب باشه بدونید من حتی ربات صلیبیم پاره شده بود و حتما باید عملش میکردم، اما برای اینکه کنکور رو میخواستم بدم به تعویق انداختمش دیگه. و همین جهت چون پاهم خالی میکرد زانو، حتی خونه بیرون نمیرفتم زیاد که ریسک نکنم و زانو خالی نکنه وقت میسکم پاره شد. دائما تو خونه بودم و سعی میکردم درگیر کنکور باشم.
همین چیزها رو به خودم یادآوری میکردم، این فداکاریایی که داشتم میکردم، درد و سختی که داشتم میکشیدم و اون نتیجه‌ای که دلم میخواست ازش بگیرم و سعی میکردم هی توی ذهن خودم بسازم و اون انرژی رو بکشم بیرون. اگر بخواید مسیر آمادگی برای کنکور از اول طی کنید، چه کارهایی انجام نمیدادین، چه کارهایی تکرار میکردین؟ برگردین اول با موجودات تیم کنکور کامپیوتر انتخاب میکردین؟ بله قطعا. کاری که تکرار میکردم کار خیلی خاص و پیچیده‌ای نبودن، صرفا سعی میکردم حدالامکان کیفیت مطالعه ببرم بالا و همون سیستمایی که استاد جذبی تو وبینارهای رایگان حالا به بعضیا خصوصی گفته بودن و ادامه بدم پیاده کنم، مثل مطالعه واشبک درست، نحوه صحیح تستنی، درگیر شدن با مطالب. اینا کار مهمیه. و چه کاری انجام نمیدادم؟ سعی میکردم بیشتر درگیر حاشیه نشم، کما که خیلی هم سعی کردم. مثلا من دوستامو 2 ماه یه بار شاید حتی میدیدم. عرض به خدمتتون که ورزشمو گذاشتم کنار، حتی با اینکه خیلی جدی ورزش میکردم یه دوره‌ای و سعی میکردم خونه یه کاری انجام بدم و اتفاقاتی از این قبیل. یعنی سعی میکردم تا جایی که ممکنه حاشیه رو بذارم کنار. حالا یه چیزی که شاید به من یه خورده آسیب زد توی این مسیر این بودش که من 2 هفته درگیر یه سریال دیدن شدم. 10 روز فکر میکنم. من خیلی سیستم خوبی اومده بودم جلو تو آذر ماه و یه جمعه شب که دیگه خیلی خوب خونده بودم اون هفته، تصمیم گرفتم به خودم جایزه بدم. اونطور جایزه خوبی به خودم ندادم. یک قسمت سریال اومدم ببینم که متاسفانه منو پاگیر خودش کرد و هم 2 هفته وقت زمانی از من گرفت، هم 2 هفته طول کشیدم برگردم به اون غلطه قبلی. عملا 1 ماه من این وسط از دست دادم به این شکل که خب این کار رو انجام نمیدم. اون سریال رو بعد از کنکور میدیدم. عرض به خدمتتون که آره این از این. اگرم صحبتی باقی مونده که فکر می‌کنم میتونم دانشجویان کمک کنم بفرمایید. بله حالا یه سری چیزایی من تو ذهنم بود که شاید گفتنش از زبون من کمک کنه. اول اینکه به نظرم برای شروع کردن دلیل خوبی داشته باشیم، یعنی به خاطر حرف مردم و اینکه عقیده دارن یه مسیر رو میرن شما وارد اون مسیر نشین. سعی کنین دلیل شخصی خوبی داشته باشین، بدون اینکه تعریف دیسیپلین یعنی ادامه دادن، یعنی هر روز حدالامکان تلاش کردن، نه اینکه هر روز 100 خودتون رو بذارید. کما اینکه هدف این هست اما لزوما این اتفاق نمیافته. شما ممکنه یه روز 12 ساعت بخونید، یه روز 7 ساعت بتونید بخونید. همون 7 ساعت هم سعی کنید که جشن بگیرید و به خودتون انگیزه بدین که دیسیپلین یعنی همین، یعنی روز به روز بهتر شدن و معنیش این نیستش که هر روز 100% باشین، ایدئال باشین. سعی کنید هدفتون رو روی یادگیری بذارید واقعا، یعنی عمیق شدن هدف باشه نه رتبه کنکور، چون این باعث میشه واقعا باسواد بشید و قطعا تستا هم خیلی بهتر بزنید. به خودتون باور داشته باشین، چون اگه این نباشه تقریبا میشه گفت 50% راه لنگ میمونه. واقعا سعی کنید که داخل ذهن خودتون بسازید اون تصویری که شما میتونید، شما چیزی کم ندارید از بقیه. خیلی ها بودن شرایط بدتر بهتر با شرایط خیلی متفاوتی که شاید شما فکر کنید اصلا امکان نداشته تونستن این مسیر رو برن و هر کسی هم سختی خودش رو داره. پس به خودتون باور داشته باشید و توی ذهن خودتون اون کسی که میخواید باشید رو زندگی کنید. به نظرم خیلی سعی کنید که اینو انجام بدین. من از اولش با این دید شروع کردم که مطمئن بودم به چیزی که میخوام میرسم و روی چیزایی که روشون اختیار دارین، ارادتون تأثیر داره روشون، سعی کنید تمرکز کنید. ممکنه که شرایط خاصی داشته باشین که دست شما نباشه، پیشنهاد میکنم موقتا فراموش کنید اصلا اون مشکلات رو، چون دست شما نیست و سعی کنید در نهایت یه قلعه از اون باوراتون بسازین و فقط
حواستون باشه که پایان راه و اون حس رضایتمندی که از خودتون دارین منوط به اینه که شما عملکرد قابل قبولی داشته باشین توی ذهن خودتون، نه رتبه قابل قبولی. مطمئن باشید که رتبه خیلی خوب خیلی عالیه، اما اگر ته ذهنتون این باشه که میتونستید بیشتر تلاش کنید و نکردید، بیشتر اذیت میشید. و در نهایت اون حسی که حالا من به شخصه داشتم، اون آرامش و حس رضایتمندی که وقتی از جلسه اومدم تجربه کردم رو امیدوارم شما هم تجربه کنید و بهتر کنید کنکور رو. و این نکته پایانی هم این که در رابطه با جلسه کنکور سعی کنید اون هر اتفاقی که افتاد به ذهن خودتون راه ندید. برای من این اتفاق افتاد، 2-3 تا مورد بود که شاید اگر در حالت عادی بودم خیلی روی نتیجه کنکور من تأثیر میذاشت. رفتار مراقب بود، صندلیم خراب بود عوضش نکردن و همه اینها. اما با توجه به اینکه استاد رضوی گفته بودن کسی اگه حتی زد زیر گوشت هم فحش داد به تو بگو چشم رو درست میگی اونجا، چون اون روز سرنوشت ساز توه. من سعی کردم حدالامکان از این موضوع بگذرم. درسته یک جوری تأثیر میذاره، اما امیدوارم که حواستون باشه یه وقت تلاشاتون به خاطر اینکه اتفاق خاصی سر جلسه کنکور بیفته و شما بهش واکنش بدین از دست نره. در نهایت همین، خواستم فقط بگم که مسیر نسبتاً چالشی و سختیه. بزرگترین درگیریتون قرار با ذهن خودتون باشه. من فکر میکنم هلوش 1700 ساعت خوندم برای کنکور و خدا رو شکر نتیجه راضی کننده بود. امیدوارم که شما بتونید توی این مسیر به اون هدفی که دارین برسین و در نهایت با یه لبخند رضایتی از سر جلسه کنکور بیایید بیرون و کلی چیز یاد گرفته باشید. خیلی مخلصیم. خداحافظ.